ما آمدیم. افقهای جهان پزشکی، برنامه از سوکل پرژن امریکن مدیکال اسوسییشن، انجمن پزشکی ایران و آمریکا، جنوب کالیفرنیا. سوکل PAMA، انجمن پزشکی ایران و آمریکا، جنوب کالیفرنیا. پرژن امریکن مدیکال اسوسییشن، سادرن کالیفرنیا، با همکاری گروهی از پزشکان و دندان پزشکان متخصص تشکیل شده است که در برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات نوین در زمینه‌های پزشکی و دندان پزشکی با یکدیگر همکاری می‌کنند. فعالیت‌های این انجمن در زمینه بهبود بهداشت عمومی و یا بهره برداری از روش‌هایی چون داکترز ویدیو بایوگرافی بسیار مؤثر است. برای همکاری با این انجمن و یا مصاحبه‌های تخصصی در برنامه‌های 670 AM به سوکل PAMA بپیوندید. www.socalpama.com و تلفن آسان 310 207 0707 310 207 0707. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، من دکتر عطا ولیزاده، هماهنگ کننده برنامه افقهای نوین پزشکی از انجمن پزشکی ایران آمریکایی جنوب کالیفرنیا، امروز این برنامه رو با همکاری آقای دکتر بندری، ریاست محترم انجمن، تقدیم حضورتون میکنیم. مهمان ویژه امروز ما دکتر بنجامین بهروزان هستند، متخصص بیماری‌های کودکان و نوزادان و پزشک خانواده، از پزشکان با سابقه و شناخته شده در در آمریکا هستند. معرفی کاملتر به سوابق علمی و حرفی ایشان را آقای دکتر بندری ارائه خواهند داد. به سپس گفتگو درباره سلامت نوزادان و کودکان به مورد زردی بچه ها یا یارقان خواهیم داشت که البته دکتر بندری اگر من خوب تلفظ نکرده باشم اینو روشن خواهند کرد. آقای دکتر بندری، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خیلی متشکرم آقای ولیزاده از معرفیتون و خیلی متشکرم از همراهیتون و کمک‌ها که بدون همراهی کمک‌های شما اجرای این برنامه میسر نیستش. برنامه امروز رو در خدمت آقای دکتر بنجامین بهروزان هستیم. آقای دکتر از دانشگاه تهران در 1972 فارغ التحصیل شدند و در رشته پزشکی و متخصص بیماری کودکان اطفال و بعد مهاجرت کردن به آمریکا و دوران رزیدنسی و بعد از رزیدنسی کارشون رو در کالیفرنیا ادامه دادن. از آقای دکتر خواهش میکنیم که خودشون رو معرفی کنن و بعد وارد بحث امروز در مورد یرقان بچه ها خواهیم شد و از اطلاعاتشون استفاده میکنیم. آقای دکتر بهروزان، خواهش میکنم. خیلی ممنونم. قبلا از دکتر بندری عزیز تشکر میکنم که این دومین باره به من فرصت دادن در خدمتشون باشم و همینطور از دکتر عطا ولیزاده، از دوستان خیلی قدیمی من و شخصی که واقعا مقدار زیادی از وقت و عمرش رو گذاشته که به این جامعه خدمت کنه و این کاری که دارن انجام میدن واقعا قابل ستایشه. من نمیدونم چطوری ازشون تشکر کنم. آقای دکتر از من خواستن که یک مطالبی راجع به نئوناتال جاندیس یا جاندیس در نوزادان صحبت کنم. جاندیس به فارسی میشه یرقان یا زردی. همینطور که ایشون فرمودن ما 1972 از دانشگاه تهران و دانشگاه جندی شاپور اهواز فارغ التحصیل شدم. بعد دوره تخصصی اطفال در دانشگاه پهلوی شیراز و بعد در بیمارستان شهرزاد تهران گذراندم و بعد از انقلاب به آمریکا اومدم. اون موقع در دانشگاه پهلوی شیراز ما اکسچنج رزیدنسی پروگرام داشتیم که با دانشگاه‌های مختلف تو آمریکا رزیدنت ها عوض می شدن و من
بعد از انقلاب در دانشگاه UCI، بیمارستان‌های وابسته به این دانشگاه که مموریال هاسپیتال آف رانگ بیچ و UCI بود، برای گرفتن لایسنس یه دوره تخصصی اونجا گرفتم و بعد اینجا مشغول شدم. 2 مطب در لس آنجلس و سانتا مونیکا داشتم. بعد در بخش اطفال بیمارستان هالیوود پرس مدیکال سنتر که اتچه به چیلدرن هاسپیتال بود مشغول شدم در اونجا. تقریبا الان 45 سال اونجا من هستم و مراتبی از جمله چیف آف استاف و several time chairman of the Department of Family Practice, active member of the pediatrics بودم و اگه بخوام ادامه بدم خیلی زیاد میشه. anyway خیلی ممنون. من هنوز در 2 مطب به سانتا مونیکا و لس آنجلس هستم و هر روز بیمارستان میرم برای دیدن بیماران خودم در اونجا. خیلی ممنون آقای دکتر بهروز از معرفیتون. اگه لطف کنید که قبل از اینکه وارد سوال جواب بشیم مثلا توضیح بدید که یرقان چی هستش و از اونجا ما مطلب رو شروع کنیم. یرقان نوزادان که ما خیلی مهمه برای مادران، مخصوصا مادرانی که حامله هستن و بچه اولشون به دنیا میاد، بدونن که این یرقان بچه ها میتونه خیلی طبیعی باشه ولی بعضی موقع میتونه خیلی خطرناک بشه و اگر این درجه یرقان رو از یه عددی که بالای 20 تا 25 هست بره بالا، ممکنه بچه به علت رسوب این ماده یرقانی در مغز برین در لانگ ترم بچه دچار عوارضی از این بیماری بشه. کلا یرقان یا neonatal jaundice به انگلیسی overproduction and reduced secretion هستش. یعنی بچه که تازه به دنیا اومده، چون در زمان حاملگی وقتی که بچه در رحم مادر هست، مادر زحمت میکشه اون بیلوبین ها رو از طریق مجاری صفراوی به دستگاه گوارش میفرسته و از اونجا دفع میشه. ولی بعد از اینکه بچه به دنیا میاد، چون هنوز کبدش کاملا دیولوپ نشده، این یه مقدار زیادی هم گلوبول های نارس یا فتال هموگلوبین داره و این گلوبول ها معمولا خرد میشه، شکسته میشه، وارد خون میشه. ضمناً کبد بچه هم کامل نیست، بنابراین آور پرودکشن یا زیادی بیلیروبین هست و اندر سیکریشنه که بیلیروبین توسط کبد بچه چون نارسه تخلیه نمیشه به دستگاه گوارش و بچه دچار یرقان میشه. چند درصد از نوزادات یرقان پیدا میکنن؟ البته یرقانی که شدید باشه خب خیلی کم ممکنه باشه، ولی کلا چند درصد از نوزادا زردی پیدا میکنن؟ بستگی داره به اینکه علل یرقان چی باشه. اگر فیزیولوژیک باشه معمولا خیلی بناینه، بچه معمولا روز دوم سوم یرقان میگیره، بعد یواش یواش کبدش شروع به کار میکنه و این رو دفع میکنه. ولی اگر که علل دیگه ای داشته باشه، تقریبا میتونم بگم 80% این یرقان ها بیشتر فیزیولوژیک و برست جاندیسه، یعنی جاندیسی که یرقانی که به علت شیر مادر به وجود میاد، معمولا بعد از 48 ساعت هست این یرقان و علتش هم اینه که در 24 ساعت اول پستان مادر یا شیر اون نمیتونه به اندازه کافی لیکوید مایع شیری ترشح کنه، چون در 24 ساعت اول بیشتر کلسترم هستش، یعنی اون شیری که میاد خیلی غلیظه و بسیار مفیده برای بدن بچه که آنتایبادی
بر علیه میکروبای مختلف میفرسته به بدن این بچه. ولی بعد از 48 ساعته که واقعا مادر شروع میکنه به ترشح، اون غدد ترشحی ایجاد شیر میکنه. در این مدت ممکنه بچه یرقان بگیره. اگر مادر بنزه کافی شیر نده به بچه، یعنی هر 2 ساعت بنزه کافی، در حدود 100 سی سی یا 100 ml پر کیلو بچه لازم داره که شیر بگیره در 24 ساعت. اگه اونو نده بچه دچار یرقان میشه. و البته علل دیگه هم داره، مثل ABO incompatibility، چیزای دیگه که بعداً دوباره صحبت میکنم. تا چه حدی یرقان طبیعی هستش در نوزادان؟ یرقان تا زیر 20 میتونه که ایجاد کرنیکتروس یا آنسفالوپاتی مغزی ایجاد نکنه، تا زیر 20. ولی اگر از 20 رفت بالا به 25 رسید باید اکسچنج بکنن، یعنی خون بچه رو عوض کنن. ولی زیر 20 معمولا میتونه که با فوتوتراپی مسئله حل شه و خطر کرنیکتروس یا دیپوزیشن اون ماده بیلیروبین داخل گلوبولای به اصطلاح داخل مغز کمتره. ولی از 25 به بالا میتونه خطرناک باشه. دکتر خب مادرها که دستگاه آزمایش خون ندارن در خونهشون که اندازه‌گیری کنن که چقدر هستش، چه موقعی باید نگران باشن و برن دکتر اطفال ببینن؟ ببینید، بچه نوزادی که به دنیا اومد در 24 ساعت هر پediاتریشن قبل از اینکه بچه رو مرخص کنه بیلیروبین بچه رو میگیره. اگه بیلیروبین بچه دو لولی باشه که خطرناک نباشه، معمولا زیر 8، بچه میتونه مرخص بشه. ولی وقتی که این بچه بستگی داره به چطور به دنیا اومد. اگه واژینال دلیوری باشه 48 ساعت تو بیمارستانه، پس قبل از مرخصی دوباره بیلیروبین میگیره. اگر سی سکشن باشه همینطور. ولی وقتی مادر میره خونه باید بدونه که یاد بگیره که چطوری این بچه رو اوالویت کنه که یرقانش زیادی یا نه. معمولا یرقان از سر شروع میشه، بعد میاد به بدنه میرسه، به ناف میرسه، از ناف میره پایین و همینطور میرسه به پایین. وقتی از سر شروع بشه معمولا بیلیروبین نداره که زیر 10 خطری نداره. ولی اگه مادر ببینه که این بچه زردتر میشه باید فوراً به مراجعه کنه. و راهی که باید بدونن اینه که اولا باید بدونن که بچه باید به طرف نور خورشید بره و اونجا نگاه کنن که بچه زرد هست یا نیست. اگر زیر چراغ معمولی بگیرن ممکنه بچه نشون بده که بیشتر زرده، ولی وقتی میبرن جلو پنجره و نور معمولی معمولا زردی کمتر میشه. بعد با تاچ کردن نوک بینی بچه یا پیشانیش و بعد ول کردن متوجه میشن که این به محض اینکه فشار میدن و خون برمیگرده، مادر متوجه میشه که این زردیش زیاد هست یا کم هست. معمولا اگر که زردی کم باشه با فشار دادن ناحیه نوک بینی بچه یا پیشانیش، بعد از که ولش کردن در 2 ثانیه اون پوست تقریبا سفید میشه. ولی اگه زرد بمونه باید یه خود مواظب باشن و ببرنش پیش دکتر اطفالش. شما فرمودید که نور درمانی میتونه کمک بکنه به پایین آوردن بیلیروبین و بهتر کردن یرقان. این به چه صورتی عمل میکنه دکتر؟ ببینید، اینا نور کلا میتونه که بیلیروبین هایپر بیلیروبینمیا یا یرقان نوزادان به خاطر افزایش ایندایرکت بیلیروبین یا انکانجوگیتد بیلیروبینه و این انکانجوگیتد بیلیروبینا اینا واتر سولوبل هستن برخلاف کانجوگیتد ها. پس وقتی که اینا میرن جلو نور، این بیلیروبینا شکسته میشن، خورد میشن در مقابل نور و یواش یواش از بین میرن. خیلی مهمه که این مادرها بدونن بچه که داره میره خونه نیم ساعت صبح و نیم ساعت بعد از ظهر جلو پنجره
زیر دایرکت سان باشه و بقیه زمان توی سایه بغل پنجره جلو نور باشه. تاریکی معمولا یرقان رو زیاد. البته دستگاه فوتوتراپی هم هست که اگه بیلیروبین خیلی بره بالا اینا رو میذارنشون تو دستگاه فوتوتراپی، همون کار نور معمولی رو میکنه ولی استرانگر و بستگی داره به اینکه شدت یرقان چقدر باشه. میتونه مثلا 2 تا لایت بگیره، میتونه 3 تا لایت بگیره، میتونه 4 تا لایت بگیره و بچه میره روی اون دستگاه بهش میگم بیلی لایت و این بیلی لایت یواش یواش اون بیلیروبینا رو میشکنتشون. دکتر چه اطلاعات غلط رایج در مورد یرقان به قول انگلیسی میس اینفورمیشن؟ اطلاعات غلط اینه که اطلاعات غلطی به اون شکل وجود نداره. موضوع اینه که یرقان رو باید تشخیص بدن و فوری درمان کنن، اسپشیلی در نوزادان. ولی خب بعضی مادرها به این موضوع اعتقاد ندارن و متاسفانه بچه ها رو دیر میارن و بچه میره توی کرنیکتروس. خیلی خطرناک میتونه. بعضی ممکنه فکر کنن که دادن آب قند یا قطع شیر مادر ممکنه کمک بکنه یا درمانهای گیاهی، اونها مستقیما کمکی نمیکنه و غلطه، درسته؟ و اگر که بچه علت یرقانش دیهایدریشن باشه، یعنی به اندازه کافی بهش شیر نرسه، و گفتم شیر رو باید هر 2 ساعت به بچه بدن، تا اندازه که اون نوزاد میخواد که شیر رو بخوره. به محض اینکه نوزاد سیر شد خودش استاپ میکنه. اینطوری نیست که مثلا من بگم حالا 15 سی بهش میدم، 10 سی بهش میدم. اگر بچه دیهایدریت بشه یا به اندازه کافی مایع به بدنش نرسه این یرقان میگیره. حالا میخوان یه خورده بیشتر مایعات بهش بدن یا شیر، هرچی شیر بدن بهتره، ولی آب قند و چیزای دیگه I don't think is working. درست. اگه کودک زودرس به دنیا آمده باشه احتمالا که یرقان بگیره بیشتر هستش؟ تمام نوزادانی که زیر 37 هفته به دنیا میان، اینا رو بهش میگن پری ترم یا پریمچور یا نارس به فارسی، اینا شانس یرقان گرفتنشون خیلی بیشتره تا بچه‌هایی که بالای 37 هفتن. هر چیز سن گستیشنال ایج یا به مرز 40 هفتگی برسن بهتره، ولی خب بعضی موقع مجبورن بچه یا زودتر به دنیا میاد یا یه علل دیگه ای داره، مجبورن که بچه رو ایندیوس کنن بیارن در 37 هفتگی. اونم پزشک کودکان حتما اینا رو در نظر میگیره و با مادر صحبت. دکتر نمیدونم آماری هستش که ببینید که از هر 100 تا بچه که طبیعی به دنیا میاد و زود نارس نیستش، چند درصدشون یرقان فیزیولوژیک میگیرن؟ بیشترشون یا تعداد کمشون؟ به یرقان فیزیولوژیک جاندیس هم تو که خدمتون گفتم و برست فیدینگ جاندیس is the highest، ولی چیزهای دیگه هم هست که اینا یرقان میگیرن، اینا میتونه خطرناک باشه، مثلا ABO incompatibility، ABO setup، RH incompatibility، ساب گروپ ها مثلا کلی و دفی و اینا که مثلا در ABO مادر O پازیتیو، بیبی A پازیتیو یا B پازیتیو، کومزشون پازیتیو، IgG شون بالاست و اینجا بین آنتایبادی مادر و بیبی یه فایت دعوا وجود میاد و بچه مادر شروع میکنه یک آنتایبادی یا آنتایبادی نمیدونم چی میشه به فارسی، آنتایبادی رو بر علیه بچه درست میکنه و بچه شروع میکنه به یرقان کردن، باعث میشه گلوبولای قرمز بچه تند تخریب بشه و بریزه تو کبد و چون کبد بچه نارسه نمیتونه تخلیه کنه، بچه یرقان میگیره. اینه که همیشه مادر باید توجه کنه که بچه که به دنیا میاد، نوزادی که به دنیا میاد، حد اکثر
بین 4 تا 6 بار در روز مدفوع داشته باشه و 4 تا 6 بار در روز ادرار داشته باشه. چون این بیلیروبین تنها راهی که خروج میکنه از طریق مدفوع و ادرار هست، یعنی اکسکریشن رو زیاد میکنه. اگر مدفوع و ادرار کمتر از مثلا 4 بار دیگه کمتره، باید اینو به دکترش اطلاع بده که این بچه من مثلا در 24 ساعت این نوزادی که روز اول یا روز دومه فقط 4 بار یا 2 بار یا 1 بار مدفوع داشته یا 1 بار ادرار داشته. خیلی متشکرم آقای بهروزان از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید بریم سراغ چند تا آگهی و برگردیم و خدمتتون بخش دوم برنامه رو ادامه بدیم. خواهش می‌کنم. ما آمدیم. افقهای جهان پزشکی، برنامه از سوکل پرژن امریکن مدیکال اسوسییشن، انجمن پزشکی ایران و آمریکا، جنوب کالیفرنیا. سوکل PAMA، انجمن پزشکی ایران و آمریکا، جنوب کالیفرنیا. پرژن امریکن مدیکال اسوسییشن، سادرن کالیفرنیا، با همکاری گروهی از پزشکان و دندان پزشکان متخصص تشکیل شده است که در برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات نوین در زمینه‌های پزشکی و دندان پزشکی با یکدیگر همکاری می‌کنند. فعالیت‌های این انجمن در زمینه بهبود بهداشت عمومی و یا بهره برداری از روش‌هایی چون داکترز ویدیو بایوگرافی بسیار مؤثر است. برای همکاری با این انجمن و یا مصاحبه‌های تخصصی در برنامه‌های 670 AM به سوکل PAMA بپیوندید. www.socalpama.com و تلفن آسان 310 207 0707 310 207 0707. روز همگی بخیر. برنامه امروز افقهای نوین پزشکی رو ادامه میدیم. در خدمت آقای دکتر بنجامین بهروزان هستیم، آقای دکتر پزشک اطفال عالیقدر که سالهای سال هستش که در جنوب کالیفرنیا مشغول خدمت هستن. راجع به یرقان در نوزادان صحبت میکردیم که خیلی شایع هستش، ولی خوشبختانه بیشتر اونها یرقان فیزیولوژیک و طبیعی هستش و باعث صدمه به نوزادان نمیشه مگر اینکه مقدارش خیلی بالا بره و آقای دکتر توضیح دادن که به چه صورتی باید مواظب باشن و به چه صورتی درمان بشه و چه موقعی مراجعه کنن به پزشک و بقیه مسائل. خواستم سوال کنم آقای دکتر، غیر از یرقان فیزیولوژیک شما یه مقدار اشاره کردید به گروه های خونی که ممکنه کامپتیبل نباشه، گروه خونی مادر و نوزاد. اگه ممکنه یه بیشتر توضیح بدید که چه عوامل دیگه‌ای میتونه باعث یرقان یا زردی در نوزادان باشه؟ عرض کردم که موقعی که ABO incompatibility باشه، وقتی که مادر O پازیتیو، بیبی A پازیتیو یا AB پازیتیو، اون وقت مادر دوباره شروع میکنه یه آنتایبادی اگینست گروپ بچه که A پازیتیو یا B پازیتیو درست میکنه و باعث میشه که هموگلوبینا یا RBC های بچه شروع کنه به شکسته شدن، دیسترکشن و بیلیروبین بره بالا. تو این موارد باید این هست چه زودتر اگر بیلیروبین رفت بالا این بچه ها رو بذارن زیر دستگاه بیلی لایت یا فوتوتراپی کنن یا فوتوتراپی به فارسیش بشه نوردرمانی و خوشبختانه بسیار اثر میکنه. اینه که این مادر به محض اینکه بچه به دنیا میاد اون پیدیاتریشن گروه خونی بچه رو میگیره، گروه خونی مادر هم داره و این کاملا در 24 ساعت اول تشخیص داده میشه. چیزی نیست که اگه تشخیص داده نشه خطرناکه، ولی معمولا اینجا امکان نداره که بدون تشخیص مادری با ABO incompatibility از بیمارستان بره بیرون. نوع دومش RH یا RH incompatibility که ما تو ایران هم خیلی زیاد داشتیم، موقعی که مادر گروه خونی منفی داشته باشه و بچه گروه خونی پازیتیو داشته باشه.
معمولا توی دلیوری اول، بچه اول، این مادر هنوز نمیدونه بدنش که چطوری میتونه بر علیه گروه خونی بچه باشه، چون آنتایبادی ترشح نمیکنه. به محض اینکه پلاسنتا از به صورت کنده شد و یا کورد، امبلیکال کورد رو قیچی کردن، توی دلیوری اول مادر شروع میکنه، چون که RH نگتیوه، بر علیه RH پازیتیو بچه دوم شروع میکنه آنتایبادی، یعنی ماده دیسترکشنی که روی RBC یا گلوبولای قرمز بچه دوم بر علیه اون ایجاد میکنه و بچه دوم که به وجود میاد یا به محض اینکه این کار انجام شد، مادر آردی آنتایبادی رو داره و میفرسته به بدن بچه و بچه شروع میکنه یرقان کردن. به خاطر همین است که الان تمام OBGYN یا دکترای زنان تو همون زایمان اول به مادر یه ماده میدن، روگام، که این روگام باعث میشه که مادر اون آنتیبادی رو ترشح نکنه یا اینکه ساپرسش کنه. خیلی مهمه برای خانم‌های حامله که اگر قبلا یک ابورشن داشتن یا میسکرج داشتن، تو همون ابورشن و میسکرج هم میتونه که اون آنتیبادی رو بر علیه RH درست کنه. اینه که به وقتی بچه اول بعد از اون میسکرج یا ابورشن به دنیا اومد، باید به دکتر پزشک زنانشون بگن که من یه میسکرج داشتم، که دکتر بدونه که این بچه دوم ممکنه که حاملگی دوم ممکنه دچار آرش بشه. اینا رو هم همینطور بیلیروبینشون مرتب چک میکنن و اگه به یه عدد بالایی برسه، بالای 25، اکسچنج ترانسفیوژن میکنن، یعنی خونشون رو عوض میکنن، ولی زیر 20 معمولا اینا رو با فوتوتراپی درمان میکنن. این از RH. اگه سوال دیگه هستش. نه، بسیار مطالب مهمی بودش. آقای دکتر، در مورد واکسینیشن، برای اینکه بعدها ممکنه که بچه ها که بزرگ بشن ویروس هایی باشه که باعث بیماریشون بشن و تولید یرقان هم بکنه، مثل هپاتایتیس، تورم کبد. خیلی نمیتونم بگم خیلی شایع شده، ولی بیشتر از قبل شایع شده که بعضی پدر مادرها فکر میکنن که واکسینیشن، ایمونایزیشن برای بچه ها ممکنه درست نباشه و انجام ندن و متاسفانه این میس اینفورمیشن، اطلاعات غلط بیشتر شده. نظر شما راجع به واکسینیشن و به خصوص واکسینیشن برای هپاتایتیس A و B چی هستش؟ بسیار مطلب مهمی بود که گفتید. متاسفانه از یکی 2-3 سال پیش کاملا حرف شما درسته. مادرها یه خود اسکپتیکال هم، یعنی شک دارن که بزنن واکسن رو نزنن. ما امریکن آکادمی آف پیدیاتریک هرگز نگفته که این واکسن رو نزنید یا کنتراندیکیشن است، تا اونجایی که من اطلاع دارم. ما به نوزادانی که به دنیا میاد 2 تا واکسن فوری میزنیم. یکی واکسن هپاتیتیس B و یکی RSV، Respiratory Syncytial Virus Vaccine. مخصوصا در از موقع مثلا زمانی که زمستون شروع میشه، مثل starting September, October, going up to the end of March, February, end of March, April، این 2 تا واکسن رو پیشنهاد میکنیم. و هپاتیتیس B مخصوصا خیلی مهمه. بعضی مادران دوست ندارن بزنن، میگن نمیدونم باعث آتیزم میشه، که این البته اپروو نشده. و این میدونید اگر که هپاتیتیس B بهترین واکسنیه که شما میتونید به یه نوزاد هدیه کنید، بزنید، و این در فیوچر خدایی نکرده این بچه دچار هپاتیتیس B نخواهد شد به خاطر هر دلیلی، از راه سکسوال یا از راه اینجکشن. این خیلی مهمه. ولی در سنهای بالاتر
also واکسن مثل HPV برای جلوگیری از واژینال وارتس تو دختران و در پسران خیلی مهمه. در سنهای مثلا 11 سالگی واکسن مننجایتیس باید بزنن. این جلوگیری از وایرال مننجایتیس یا باکتریال مننجایتیس بین سن 11 تا 16 سالگی خیلی شایع اینه که این دوتا واکسن زده باشه. واکسن هپاتیتیس A معمولا که اگه یادتون باشه میگم فکو اورال هپاتیتیس ایجاد میکنه، معمولا تو سن 1 سالگی باید حتما بزنن و 6 ماه بعدش دوباره تکرار کنن. این واکسن هایی هست که توی نوزادان و سنهای بالاتر تا سن 16 سالگی. البته واکسن های دیگه مثل دیفتریا، تتانوس پرتوسیس، میزلز، روبلا، واریسلا، اینا حتما باید براشون بزنن و هیچ کدام از این واکسن ها درسته یه خود سر و صدا شده که نزنید، ولی پروفی نداریم که بگیم آره این اوتیزم هایی که ما داریم so many because of this vaccination. There is no proof and American Academy of Pediatrics never I never got any letter که این واکسن ها رو نزنید. پس بنابراین مادران به عقد من نباید که بترسن، نگران باشن، به حرفای این طرف اون طرف گوش کنن. بعضی نوزادان که میان خودشون میگن خب حالا من نمیخوام بزنم، من باشون صحبت میکنم، میگم اوکی ما میتونیم تو 1 ماهگی 2 ماهگی بزنیم، ولی لطفا این کارو نکنی که به این واکسن هپاتیتیس نزنید. این چیزی که ما خواستم بشم. بله، مثلا هپاتیتیس C باز درمان داره ولی واکسن نداره، ولی هپاتیتیس B درمانی به اون صورت نداره که ریشه‌کن بکنه و فقط بیشتر کنترل میشه، ولی وقتی که مبتلا بشن خیلی دیر هست و متاسفانه میلیون ها نفر از جمله در آمریکا که تا حدی پیشرفته هم هستش این مسئله هست و ریشه‌کن نشده و بعضی جاهای دیگه ممکنه خیلی بیشتر هم باشه، در شرق، در شرق آسیا به خصوص خیلی رایج هستش. کاملا درسته. و خب آمریکا خوشبختانه تا حالا این واکسن رو توی بیمارستان ها ایمیدیتلی بعد از که نوزاد به دنیا میاد میزنن و من فکر نمی‌کنم کشورهای دیگه به خوبی آمریکا از نظر پریونشن این هپاتیتیس B باشن، ولی همونطور که شما گفتید هپاتیتیس C واکسنی نداره، فقط کمودرمانی داره، درمان داره و متاسفانه عوارض اینا خیلی زیاده، انداپ به هپاتیتیس و بعد بالاخره میخوره به سیروسیس و از این داستانا که شما بهتر از من میدونید. دکتر، راجع به یرقان چه مطلب دیگه‌ای به نظرتون میرسه که شنوندگان ما باید آشنا باشن؟ من یه چیز دیگه هم که خواستم بگم که خب یرقان 2 نوع داریم، یکی این که ایندایرکت بیلیروبین ایندایرکت انکانجوگیتد که خیلی شایع و صحبت کردیم، یه نوع یرقانایی هم هست که بیلیروبین دایرکت یا کانجوگیتد میره بالا، اونا هم نسبتاً شایع ولی به اون شدت این یکی نیست. معمولا اینا به علت یه چیزای مادرزادی مثل بیلیاری آتریژیا یا تنگ بودن مجاری کیسه صفراست یا بسته بودن مجاری کیسه صفراست که به طور مادرزادی اینا میان. معمولا باید این فیزیولوژیک که یه چیز ابسترکشن رو باید بردارن درست کنن، اینا دیگه با فوتوتراپی و این چیزا درمان نمیشن. درمانشون بیشتر استارتینگشون با فنوباربیتال هست و اگه واقعا بستگی کامل داشته باشه اون وقت باید برن مجرا رو باز کنن. یک نوع دیگه هایپربیلیروبینمی هست که متاسفانه اونا بیشتر کروموزومال ابنورمالیتیه، یه بیماریایی که به صورت ژنتیک هست که من فقط اسمش رو میارم، مثلا دایجورج سیندروم که آرزه قلبی میده، ریتاردیشن میده،
صورت این نوزادا دیسمورفیک میشه، یعنی شکلش خود عوض میشه. دیگه بیماره مثل کریگر ناجار تایپ 1 تایپ 2 اینا همشون یه نوع آنزیم دیفیشنسی دارن که متاسفانه کمبودش باعث میشه که بچه یرقان بگیری. یرقانی هم که میگیرن خیلی زیاده. نوع دیگهش که تو ایران خیلی شایع بوده G6PD دیفیشنسی یا گلوکوز 6 دیهایدروژنز دیفیشنسی هستش که این متاسفانه اگه تشخیص داده نشه میتونه یرقان خیلی شدیدی بده بعد از تولد. در آخر من فقط یه چیز دیگه میخوام بگم. ما تمام نوزادایی که تو آمریکا به دنیا میان قبل از که مرخص بشن ما یه نئوناتال اسکرینینگ تست میکنیم که تو این نئوناتال اسکرینینگ تست تمام اینا هست، مثل اینوارن راف متابولیزم، نمیدونم هایپوتایرویدیزم، سیکل سل دیزیز، سیستیک فایبروسیس، تمام ابنورمالیتی های هورمونی هست. ولی متاسفانه G6PD جزء اینا نیست. اینه که و تو ایران ما خیلی زیاد G6PD داشتیم، اینجا من کمتر دیدم. اون من فکر کنم that's what I can tell you at this time. So دیگه سوال دیگه هست. ولی G6PD مخصوصا در کسایی که از اطراف مدیترانه اومدن و از جمله ایران با اینکه با مدیترانه ما فاصله داره، در شمال ایران مسئله نسبتا شایعی بوده و من فکر می‌کنم که ایرانی ها به خصوص در هر جایی که هستن باید مطلع باشن از این مسئله و حتی ممکنه که در وقتی که بچه بودن که جوان بودن متوجه نشده باشن و بعداً بیان مثلا فابابین مقدار زیادی بخورن یا داروهایی که باعث میشه که گلوبولاریز فوقشون همولیز بشه و باعث کمخونی بشه پیدا کنن. دکتر در چند دقیقه آخری که وقت داریم اگر اجازه بدید برگردیم راجع به مسئله واکسینیشن یه صحبت دیگه ای بکنیم، چون مسئله مشکل تری شده این روزها. دو تا واکسن دیگه ای که توصیه میشه، حداقل یکیش اینفلوئنزا هستش که توصیه میشه که هر ساله به بچه ها فکر کنم از 6 ماهگی و بالا تزریق بشه و اونم دو مرتبه یه مقداری به خاطر میس اینفورمیشن، به خاطر مسائلی که مطرح شده بعضی وقت پدر مادر کمتر راغب هستن یا حتی افراد بزرگ کمتر راغب هستن بزن. نظر شما راجع به اون مسئله چی هستش؟ اینفلوئنزا رو دکتر جان من آنستی اینقدر رزیستان نمیبینم که راجع به هپاتیتیس بی رزیستان میبینم از طرف مادرها. ببخشید من چند جمله انگلیسی میاد نمیتونم فارسیش فوری بگم، ولی اینقدر من پافشاری راجع به مادرها که بخوان واکسن، ولی ما تمام بچه ها رو باید هر سال از 6 ماهگی به بعد همونطور شما گفتید واکسن اینفلوئنزا بزنیم. البته تو آدولت هم باید بزنن، همهشون باید بزنن. این واکسن ها چیزی بسیار خوب. من همینطور دوباره سه باره دارم میگم هیچ کدوم از اینا ما آفیشیالی نامه نگرفتیم که نباید بزنیم، اما اگه یادتون باشه واکسن اینفلوئنزا رو باید هر سال بزنن، چون این به اصطلاح نوع ویروس عوض میشه و اینا واکسنای هر سال درست میکنن که ممکنه به اون کسی که سال گذشته واکسن زده امسال ویروسی که میاد نتونه اونو پروتکت کنه. اینه که لطفاً واکسن اینفلوئنزا رو هر سال باید زد تا اینکه به سوشای مختلف این واکسن یواش یواش بدن مقاومت پیدا کنه. دوباره تکرار میکنم هیچ نوع واکسنی نیست که الان بگیم که نه نباید بزنید. حالا دیگه این یه همچین چیزی توش پیدا شده، نمیدونم باعث ریتاردیشن شده، ADHD شده، نمیدونم other disease آتیزم شده، پس نباید بزنید. همچین چیزی پروف نشد. بله، در مورد واکسن آنفلوانزا هم یک میس اینفورمیشن دیگه هستش که خب درسته که واکسن آنفلوانزا 100% باعث
پروتکشن نمیشه و مانع از بیماری نمیشه، ولی اگه بیماری هم پیدا کنن ضعیفتر هستش و ممکنه به هر حال 50% 70% کمک کنه که بیماری نگیرن. ولی این واکسن آنفلوانزا باعث جلوگیری از سرماخوردگی معمولی نمیشه و خیلی فکر میکنم که من اینو زدم و بعد سرما خوردم. خب سرما خوردن این باعثه با اینفلوئنزا فرق داره با سرماخوردگی. اینو یک مسئله سادی هست که خیلی ممکنه متوجه نباشن. یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم، حالا که اگه فرصت 1 دقیقه باشه، این نوزادایی که به دنیا میاد لطفاً قبل از 1 ماهگی گوش این نوزادا رو سوراخ نکنید. اگه میخواید همچین کاری بکنید لطفاً ببرید پیش یک کسی که پروفشنال باشه under complete sterile condition این کارو بکنه، چون نوزاد تا 29 روزگی اگه خدای نکرده عفونت پیدا کنه، مخصوصاً گرام پوزیتیو استرپ، میتونه خیلی دنجرس باشه. خیلی ممنون، متشکرم. آره اوکی، من که نظرم اینه که هیچ وقت کسی جاشو سوراخ نکنه. آقای خیلی متشکرم از حضورتون و خیلی استفاده کردیم از توضیحات علمی که دادید. امیدوارم که همشهریان عزیز توجه کنند و واکسنشون رو بزنند و مواظب یرقان نوزادان باشند و بدونن که چجوری بررسی کنند و به پزشک مراجعه کنند. خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر از حضورتون. روز شما بخیر، شب شما بخیر. خیلی ممنونم. ما آمدیم. افقهای جهان پزشکی، برنامه از سوکل پرژن امریکن مدیکال اسوسییشن، انجمن پزشکی ایران و آمریکا، جنوب کالیفرنیا. سوکل PAMA، انجمن پزشکی ایران و آمریکا، جنوب کالیفرنیا. پرژن امریکن مدیکال اسوسییشن، سادرن کالیفرنیا، با همکاری گروهی از پزشکان و دندان پزشکان متخصص تشکیل شده است که در برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات نوین در زمینه‌های پزشکی و دندان پزشکی با یکدیگر همکاری می‌کنند. فعالیت‌های این انجمن در زمینه بهبود بهداشت عمومی و یا بهره برداری از روش‌هایی چون داکترز ویدیو بایوگرافی بسیار مؤثر است. برای همکاری با این انجمن و یا مصاحبه‌های تخصصی در برنامه‌های 670 AM به سوکل PAMA بپیوندید. www.socalpama.com و تلفن آسان 310 207 0707 310 207 0707.